به تمرین ریلکسیشن که توسط من آیریس خونده میشه خوش اومدین. تمرین رو با شمارش معکوس 3 به 1 شروع میکنم. 3 2 1. در وضعیتی راحت قرار بگیرید و چشمانتون رو ببندید. یه نفس عمیق بکشید و موقعی بازدم عدد 3 رو 3 بار در ذهنتون مجسم و تکرار کنید. شما در سطح 3 و ریلکسیشن فیزیکی هستین. سطحی که میتونید در عرض چند ثانیه از سر تا پا ریلکس کنید. برای ریلکسیشن فیزیکی در سطح 3 توجهتون رو به قسمت‌های مختلف جسمتون معطوف می‌کنم. آگاهیتون رو روی پوست سر متمرکز کنید. پوستی که جمجمه رو میپوشونه. لرزش ظریف، احساس سوزن شدن، احساس گرمای ناشی از گردش خون و درون حس کنید. حالا تمام فشار و تنش‌ها رو از قسمت سر رها کرده کاملاً شلش کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌تر هم میشه. آگاهیتون رو روی پوست سر متمرکز کنید. پوستی که جمجمه رو میپوشونه. لرزش ظریف، احساس سوزن شدن، احساس گرمای ناشی از گردش خون و درون حس کنید. حالا تمام فشار و تنش‌ها رو از قسمت سر رها کرده کاملاً شلش کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌تر هم میشه. آگاهیتون رو روی پیشونی متمرکز کنید. پوستی که پیشونی رو میپوشونه. لرزش ظریف، احساس سوزن شدن، احساس گرمای ناشی از گردش خون و درون حس کنید. حالا تمام فشارها و تنشها رو از این قسمت رها کرده کاملا شلش کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌ترم میشه. آگاهیتون رو روی پلک و بافت اطراف چشم متمرکز کنید. لرزش ظریف، احساس سوزن شدن، احساس گرمای ناشی از گردش خون و درون حس کنید. حالا تمام فشارها و تنش‌ها رو از این قسمت رها کرده کاملا شلش کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌ترم میشه. آگاهیتون رو روی صورت متمرکز کنید. پوستی که گونه ها رو میپوشونه. لرزش ظریف، احساس سوزن شدن، احساس گرمای ناشی از گردش خون و درون حس کنید. حالا تمام فشارها و تنش‌ها رو از صورتتون رها کرده کاملا شلش کنید
و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌ترم میشه. آگاهیتون رو روی قسمت بیرونی گلو متمرکز کنید. پوستی که گلو رو میپوشونه. لرزش ظریف، احساس سوزن سوزن شدن، احساس گرمای ناشی از گردش خون رو در اون حس کنید. حالا تمام فشارها و تنشها رو از گلو رها کرده کاملا شلش کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌ترم میشه. آگاهیتون رو روی قسمت درونی گلو متمرکز کنید. حالا تمام فشارها و تنشها رو از این قسمت گلو رها کرده کاملا شلش کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌ترم میشه. آگاهیتون رو روی شونه ها متمرکز کنید. تماس این قسمت با لباس هاتون رو حس کنید. لرزش ظریف، احساس سوزن سوزن شدن پوست این قسمت رو حس کنید. حالا تمام فشارها و تنشها رو از شونه ها رها کرده کاملا شلش کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌ترم میشه. آگاهیتون رو روی قفسه سینه متمرکز کنید. تماس این قسمت با لباس هاتون رو حس کنید. لرزش ظریف، احساس سوزن سوزن شدن پوست این قسمت رو حس کنید. حالا تمام فشارها و تنشها رو از قفس سینه رها کرده کاملا شلش کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌ترم میشه. آگاهیتون رو روی قسمت داخلی قفس سینه متمرکز کنید. تمام بافت داخلی، تمام غدد و اعصاب این ناحیه رو آروم و ریلکس کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید. آگاهیتون رو روی شکم متمرکز کنید. تماس این قسمت با لباس هاتون رو حس کنید. لرزش ظریف، احساس سوزن سوزن شدن پوست این قسمت رو حس کنید. حالا تمام فشارها و تنشها رو از شکم رها کرده کاملا شلش کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌ترم میشه. آگاهیتون رو روی قسمت داخلی شکم متمرکز کنید. تمام بافت داخلی، تمام غدد و اعصاب این ناحیه رو آروم و ریلکس کنید و در حالت آرامش عمیق قرارش بدید.
حالا تمام فشارها و تنشها رو از قسمت داخلی شکم و بافتها و غدد رها کرده کاملا شلش کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌ترم میشه. آگاهیتون رو روی رانها متمرکز کنید. تماس این قسمت با لباس هاتون رو حس کنید. لرزش ظریف، احساس سوزن سوزن شدن پوست این قسمت رو حس کنید. حالا تمام فشارها و تنشها رو از این قسمت رها کرده کاملا شلش کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌ترم میشه. این ارتعاش رو حس کنید و حالا درکش براتون راحت تر شده. آگاهیتون رو روی زانوها متمرکز کنید. لرزش ظریف، احساس سوزن سوزن شدن، احساس گرمای ناشی از گردش خون رو در اون حس کنید. حالا تمام فشارها و تنشها رو از این قسمت رها کرده کاملا شلش کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌ترم میشه. آگاهیتون رو روی ساق پا متمرکز کنید. لرزش ظریف، احساس سوزن سوزن شدن، احساس گرمای ناشی از گردش خون و درون حس کنید. حالا تمام فشارها و تنشها رو از این قسمت رها کرده کاملا شلش کنید و در حالت آرامش عمیقی قرارش بدید که با ادامه کار عمیق و عمیق‌ترم میشه. برای اینکه به سطح عمیق‌تری از آرامش دسترسی پیدا کنید، روی انگشتان پا تمرکز کنید. حالا به سطح عمیق‌تری از آرامش رسیدید. برای اینکه به سطح عمیق‌تری از آرامش دسترسی پیدا کنید، روی پنجه پا تمرکز کنید. حالا به سطح عمیق‌تری از آرامش رسیدید. برای اینکه به سطح عمیق‌تری از آرامش دسترسی پیدا کنید، روی پاشنه پا تمرکز کنید. شما حالا در سطح عمیق و سالمتری از ذهن هستید. شما نسبت به قبل در سطح عمیق و سالمتری از ذهن هستید. این سطح ریلکسیشن فیزیکی شما یا سطح 3 هستش. هر زمان که به صورت ذهنی عدد 3 رو در ذهنتون تجسم و تکرار کنید، به این سطح آرامش عمیق مثل حالا می رسید و با تمرین بیشتر در اون
عمیق و عمیق‌ترم میشید. برای اینکه به ریلکسیشن ذهنی برسید، عدد 2 رو چندین بار تکرار کرده و تجسمش کنید. حالا شما در سطح 2 هستید که از سطح 3 عمیق تره. در سطح 2 صداها حواستون رو پرت نمی کنن. برعکس کمک می کنن تمرکز کنید و از نظر ذهنی آروم و آروم تر شید. برای آرامش بیشتر در سطح 2 صحنه آروم و منفعلی رو تصور کنید. خودتون رو در حال قدم زدن در جنگل یا یک پارک زیبا تصور کنید. فرقی نمی‌کنه. هر صحنه‌ای که بهتون آرامش بده. آسمون آبی رو تصور کنید. پرندگان رو تصور کنید که در دور دست‌ها آواز می‌خونن. سعی کنید صداشون رو بشنوید. برای اینکه به مرکزیتتون برید، چند بار عدد 1 رو در ذهنتون تجسم و تکرار کنید. شما حالا در سطح 1 هستید، سطح ذهنی سالمتری که به مرکزیتتون رسیدید. برای اینکه بهتر و عمیق‌تر وارد سطح مرکزیتتون بشید، از 10 تا 1 میشمرم و در هر شمارش رو به پایین به تدریج احساس میکنید که عمیق و عمیق‌تر در این سطح ذهنی سالم فرو میرید. 10 9 8 عمیق و عمیق‌تر 7 6 5 4 عمیق و عمیق‌تر 3 2 1. حالا شما در سطح ذهنی عمیق و سالمتر از قبل هستید. برای اینکه بیشتر و عمیق‌تر در این سطح فرو برید، میتونید آیتم ها و اعضای دیگه ای از بدنتون رو مثل همین تمرین شل و رها کنید. پلکتون رو شل کنید. احساس عمیق آرامش رو حس کنید. اجازه بدید این احساس آرامش کم کم به سمت پایین بدنتون تا انگشتای پا جاری بشه. احساس فوق‌العاده‌ایه که عمیقاً آروم باشید و در وضعیت بسیار سالمی قرار بگیرید. عباراتی که در ادامه براتون میخونم جملات تأکیدی مثبت و مفیدی هستند که در این سطوح ذهنی تکرار میکنیم. لطفاً این عبارات رو بعد از من تکرار کنید. من با توانایی‌های ذهنی روزافزونم به بشریت خدمت میکنم. من هر روز از هر نظر بهتر و بهتر میشم. افکار مثبتم
مزایا و مواهبی رو که آرزو دارم به زندگیم میارن. من در این سطح و سایر سطوح ذهنی از جمله سطح خودآگاه بیرونی روی قوای حسیم تسلط و کنترل کامل دارم. یک، هر بار که به این سطوح ذهنی و نقاط مرجع میرید، از نظر جسمی و ذهنی اثرات مفیدش رو احساس میکنید. 2، میتونید در این سطوح ذهنی و نقاط مرجع از نظر جسمی و ذهنی به خودتون کمک کنید. 3، میتونید در این سطوح ذهنی و نقاط مرجع از نظر جسمی و ذهنی به کسی که دوستش دارید کمک کنید. 4، میتونید در این سطوح ذهنی و نقاط مرجع از نظر جسمی و ذهنی به هر انسانی که به کمک نیاز داشته باشه کمک کنید. 5، نمیتونید از این سطوح ذهنی و نقاط مرجع برای آسیب رسوندن به هیچ انسانی استفاده کنید. این کار فراتر از ارادتونه و نمیتونید در این سطوح ذهنی چنین عملکردی داشته باشید. 6، از این سطوح ذهنی و نقاط مرجع به روشی مبتکرانه و سازنده برای خلق موارد خوب صادقانه، خالص، مفید و مثبت و چیزایی شبیه به این استفاده می کنید. از 1 تا 5 میشمارم، بعد بشکن میزنم و چشمانتون رو باز می کنید. کاملا بیدارید. احساس خوبی دارید و در سلامت کامل هستید. نسبت به قبل احساس بهتری دارید. اثری از ناراحتی در سرتون نیست. سردرد ندارید. اثری از ناراحتی در گوشتون نیست. وزوز گوش ندارید. اثری از ناراحتی در چشمانتون نیست. مشکل بینایی ندارید. هر بار که به این سطوح ذهنی میرید، بینایی و شنواییتون بهبود پیدا میکنه. 1، 2، حالا به آرومی بیرون میاد. 3، با شمارش من چشماتون رو باز کنید. کاملا بیدارید. احساس خوبی دارید و در سلامت کامل هستید. نسبت به قبل احساس بهتری دارید. احساسی رو دارید که بعد از داشتن یک خواب کافی، آرامش بخش، سالم و فوق‌العاده دارید. 4، 5، چشماتون رو باز کنید. کاملا بیدارید. احساس خوبی دارید و در سلامت کامل هستید. نسبت به قبل احساس بهتری دارید.